خانوم قرار واسه ما میخونه. یه نفر هستی بیدونم میشنوه درد دلمو بگیره دستمو رو همیشه داره هوامو. یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره بمیره شب و روزش به زمین جا توی این سینه اسیره. وقتی دل دادی میفهمی عاشقی جدی قشنگه دور خونه عزیزت وقتی میگردی قشنگه نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون پشت جو کوه میبینی وقتی بر میکشی با اون هر میکشی با یه نفر هست که بهانه برای جایی جا بذاره تا ببینه بیقرارم ببینم اون بیقراره من همه چیزی نگفتم همه حرفاتو بدونه تا بیاد از توی چشمام خودشو زود میرسونه. وقتی دل دادی میفهمی عاشقی جدی قشنگه دور خونه عزیزت وقتی میگردی قشنگه نمیذاره پا بذاره توی چشمای تو بارون پشت جو کوه میبینی وقتی بر میکشی با اون هر میکشی با اون. لای لالای شب نوره تو دلی که پرشوره آرزوی زوره. لای لالای گل میخک دعا کن ای عروسک با دو تا دست کوچک. لای لالای گل الماس به پیچ برق احساس دوباره شمیم یاس باز با دو تا چشم بسته دعا کن دل شکسته برای ماه خسته. به افتخار فاطمه قرار نازنین و رضا شیری به کف حسابی درست درمون. یه نکته رو بگم، این قطعه‌ای که این قطعه همون قطعه‌ای که اول دیدین و شنیدین رو رضا شیری زحمتش کشیده، ساخته، تنظیم کرده، شعرش و همه چی. رضا جان خودت بگو از فاطمه قرار. اولا که سلام عرض می‌کنم خدمتتون. مخلصیم. خسته نباشید میگم. مخلص. توی کامنت ها یه کامنتی دیدم که یه مادری نوشته بود خدا خیرت بده. بعد این شد که
من کنجکاو شدم رفتم تو پیجشون دیدم بله مادر فاطمه است. بهشون دایرکت زدم جوابمو نمیدادن. قسمشون دادم به امام حسین که جواب نمیدن. خوبی فاطمه؟ بزرگترین آرزو چیه؟ اون چیزی که ته دلت میخوای. بزرگترین آرزو رو که خودم خواننده شم، بعد دانش رضا کنسرت بذارن و برم تو کنسرت. تو هم بری؟ به دانش رضا یه چیزی بگو. چی بگم؟ هر چی دوست داری. دانش رضا تو ممنونم. من اصلا قربونت برم.